خب سلام به همگی. امروز میخوایم یکم عمیق شیم توی کتابی که فکر میکنم عنوانش برای خیلیامون آشناست. چگونه کمالگرا نباشیم، از استفان گاز. هممون اون صدای توی سرمون رو میشناسیم، نه؟ صدایی که میگه یا بی‌نقص انجامش بده یا اصلا شروع نکن. این کتاب میگه اون صدا دوست شما نیست، یه خرابکاره و ما امروز اینجاییم تا بفهمیم چطور باید ساکتش کنیم. نکته جالبش دقیقاً همینه. کتاب فقط نمیگه کمالگرایی بده. یه جایگزین خیلی قدرتمند و شاید یکم عجیب ارائه میده. معمولی بودن. این ایده که پذیرش نقص‌ها و برداشتن قدم‌های کوچیک کلید رسیدن به موفقیت‌های بزرگه، هسته اصلی بحث ماست. یعنی کتاب به ما نشون میده چطور با پایین آوردن انتظاراتمون میتونیم به نتایج خیلی بالاتری برسیم. خب بیاید از خود نویسنده شروع کنیم. استفان گایز خودش رو یک کمالگرایی در حال بهبودی معرفی میکنه. از تجربه شخصیش میگه از سالها فلج شدن به خاطر اهداف بزرگ تا اینکه یه روز یه تصمیم عجیب میگیره. به جای اینکه بگه باید روزی 1 ساعت ورزش کنم، یه هدف فوق‌العاده کوچیک تعیین میکنه. فقط و فقط یه حرکت شنا روی زمین در روز. شاید بی‌معنی به نظر بیاد، ولی خودش میگه همین یه حرکت زندگیش رو متحول کرد. چطور ممکنه آخه؟ چون اون یه حرکت بزرگترین مانع رو دور زد. ترس از شکست. کمالگرایی میدونی فقط داشتن استانداردهای بالا نیست. در واقع یه استراتژی ناکارآمد برای مقابله با ترس از قضاوت و شکسته. وقتی شما با استانداردهای غیر ممکن روبرو هستی، مغزت برای محافظت ازت نمیذاره شروع کنی. اون یه حرکت شنا اونقدر کوچیک بود که شکست توش غیر ممکن بود و اینجاست که تحقیقات علمی هم وارد ماجرا میشه. کتاب اشاره میکنه که کمالگرایی یه مفهوم پیچیده است و دانشمندا براش مقیاس طراحی کردن. پس این فقط یه عادت فکری بد نیست، ریشه‌های خیلی عمیق‌تری داره. از این مقیاس‌هایی که گفتی، کدوم بخشش ممکنه برای ما غافلگیر کننده باشه؟ چیزی که شاید فکرش رو هم نکنیم ربطی به کمالگرایی داشته باشه. یکی از قوی ترین بخشاش که توی این مقیاس ها بررسی میشه انتقاد والدینه. این فقط به این معنی نیست که یادت بیاد پدرت از نمره 18 ناراضی بوده. نه، این اون صدای منتقدیه که 10 سال بعد هنوز توی ذهن شما زندگی میکنه و هر کاری میکنی زمزمه میکنه که کافی نیست. کتاب میگه خیلی از ما صدای شک و تردید خودمون رو نمیشنویم. ما داریم پژواک صدای یه روح از دوران کودکیمون رو میشنویم. این خیلی تکان دهنده است. یعنی اون منتقد درونی در واقع یه صدای بیرونی بوده که ما درونیش کردیم. بخش دیگه‌ای هم هست که به همین اندازه پنهان باشه؟ بله، نگرانی از ارتکاب اشتباه. این فقط یه نگرانی ساده نیست. این همون چیزیه که باعث فلج تحلیلی میشه. شما اونقدر روی تمام راههایی که ممکنه یه کار اشتباه پیش بره تمرکز میکنی که خب در نهایت هیچ کاری انجام نمیدی. مثل کسی که میخواد یه ایمیل مهم بنویسه و نیم ساعت به صفحه خالی زل میزنه چون میترسه کلمه بندیش بی‌نقص نباشه. این ترس از اشتباه شما رو تو نقطه 0 نگه میداره. پس کمالگرایی در واقع خودشو به شکل‌های مختلفی تو زندگی ما پنهان میکنه. کتاب این تلاها رو دسته‌بندی هم میکنه انگار. طعم‌های مختلفی از کمالگرایی وجود داره. دقیقاً. کتاب 3 استاندارد یا حد کمال رو مشخص میکنه که خیلی رایجن. اولی حد کمال موقعیتیه. یعنی فرد معتقده برای انجام یک کار همه شرایط باید ایدئال باشه. آها. این همون تله معروف از شنبه شروع میکنم نه؟ وقتی که سرم خلوت شد کتاب میخونم یا وقتی کفش ورزشی جدید خریدم ورزشو شروع میکنم. بهونه‌هایی که باعث میشن اون شنبه هیچ وقت نرسه. دقیقاً، چون شرایط ایدئال تقریباً هرگز وجود نداره. این یه راه هوشمندانه برای به تعویق انداختن ابدی کارهاست. نوع دوم حد کمال کیفیته. این یکی شاید برای آدمای خلاق خیلی آشنا باشه. شما به دنبال بهترین نتیجه کیفی ممکن هستی و از ترس اینکه نتیجه نهایی کمتر از یه شاهکار باشه اصلاً شروع نمی‌کنی. این یکی خیلی بر من آشناست. فکر میکنم خیلی از نویسنده ها، هنرمندا یا برنامه نویسا توی این تله گیر میکنن.
یه ایده بی‌نقص تو ذهنشون دارن و لحظه‌ای که میخوان بیارنش روی کاغذ یا کد، اون نسخه واقعی خب یه تقلید ضعیف به نظر میرسه. برای همین ترجیح میدن تو همون دنیای بی‌نقص ذهنشون نگرش دارن و هیچ وقت خلقش نکنن. هسته اصلی این تله همینه. دقیقاً. تراژدی کمالگرایی کیخی همینه. شما اونقدر روی نتیجه نهایی تمرکز میکنی که فرایند رو کاملاً فراموش میکنی و در نهایت هیچ نتیجه‌ای هم به دست نمیاری. چون تو ذهن شما هر چیزی کمتر از بی‌نقص مساوی شکسته. و در نهایت نوع سوم، حد کمال کمیته. یعنی تعیین اهداف کمی خیلی بزرگ. مثلا تصمیم میگیری توی ماه 10 کیلو وزن کم کنی یا یه زبان جدید رو تو 3 ماه یاد بگیری. که این اهداف اونقدر بزرگ و ترسناکن که حتی فکر کردن بهشون هم خسته کننده است. بعد از 2 روز که پیشرفت چشمگیری نمیبینی، انگیزتو کاملا از دست میدی و نتیجه میگیری که من برای این کار ساخته نشدم. بله. نکته کلیدی که کتاب بهش اشاره میکنه اینه که تو ذهن یک کمالگرا مرز بین شکست و موفقیت یه خط خیلی نازکه. موفقیت یعنی رسیدن به 100% هدف، 99% یعنی شکست کامل. این یه بازی 0 و 1 که تقریباً هیچ وقت برنده‌ای نداره و فقط باعث ایجاد احساس ناامنی، خودکمبینی و نارضایتی دائمی میشه. و این 3 تا احساس یعنی ناامنی، خودکمبینی و نارضایتی انگار سوخت موتور کمالگرایی ان. یه چرخی معیوب که هر چقدر بیشتر تلاش میکنی، بیشتر توش فرو میری و هیچ وقت احساس کافی بودن نمیکنی. این دقیقاً همون چرخه‌ایه که کتاب سعی میکنه بشکنش. خب تا اینجا از ابعاد مختلف مشکل گفتیم. اما راه حل کتاب چیه؟ باید اعتراف کنم وقتی اولین بار خوندم یکم ناامید کننده به نظر می رسید. راه حل پذیرش معمولی بودنه. ما تو دنیای زندگی می کنیم که همه به اون میگن بهترین باش، به ستاره‌ها فکر کن. یعنی کتاب واقعا میگه از تلاش برای عالی بودن دست برداریم؟ این همون پارادوکس درخشان کتابه. این به معنای دست کشیدن از عالی بودن نیست، بلکه به معنای دست کشیدن از استانداردهای فلج کننده‌ایه که جلوی شما رو برای رسیدن به هر چیزی میگیرن، چه برسه به عالی بودن. کتاب مسیر رسیدن به عالی بودن رو دوباره تعریف میکنه، مجموعه از قدم‌های معمولی و روزانه. و اینجاست که مفهوم خرد عادت‌ها مطرح میشه. کارهایی اونقدر کوچیک که شکست توشون تقریباً غیر ممکنه. مثل همون یه حرکت شنا یا نوشتن فقط 50 کلمه در روز یا خوندن فقط 2 صفحه از یک کتاب. این کارها شاید مسخره به نظر برسن، اما جادوشون تو همین کوچکیه. اینجا فقط بحث ایجاد مومنتوم نیست، یه موضوع عصب شناختیه. هر بار که شما اون یه حرکت شنا رو انجام میدی، مغزت یه دوز کوچیک دوپامین یعنی هورمون پاداش دریافت میکنه. شما داری به مغزت یاد میدی که شروع کردن آسون و لذت بخشه. داری به معنای واقعی کلمه رابطت رو با عمل کردن بازنویسی میکنی و از یه چیز ترسناک به یه چیزی که حس خوبی میده تبدیلش میکنی. مهم نیست چقدر کوچیک باشه. پس در واقع ما داریم مغزمون رو هک میکنیم. به جای اینکه با نیروی اراده باش بجنگیم، با پاداشهای کوچیک فریبش میدیم تا با ما همکاری کنه. این منو یاد یه مفهوم دیگه تو کتاب میندازه که دقیقاً نقطه مقابل این رفتاره، خودناتوانسازی. بله، خودناتوانسازی آینه تاریک خرد عادت هاست. توی خودناتوانسازی شما عمدن برای خودت مانع ایجاد میکنی تا اگه شکست خوردی یه بهانه آماده داشته باشی. مثلا شب قبل از یه امتحان مهم به جای درس خوندن تا دیر وقت بیدار میمونی. اینطوری اگه نمره خوبی نگیری میتونی به خودت و بقیه بگی چون خسته بودم وگرنه حتما موفق میشدم. یه مکانیزم دفاعی برای محافظت از عزت نفسه. پس توی یه حالت ما شرایط رو برای شکست آسون میکنیم تا غرورمون نشکنه و در حالت دیگه با خرد عادت‌ها شرایط رو برای یه موفقیت کوچیک و قطعی آسون میکنیم تا اعتماد به نفسمون ساخته شه. این یه تغییر دیدگاه اساسیه. کاملا شما بهونه‌ها رو از خودت میگیری و راهی جز موفقیت‌های کوچیک و مستمر باقی نمیذاری و این موفقیت‌های کوچیک روی هم جمع میشن و به نتایج بزرگ منجر میشن. یکی دیگه از ابزارهای ذهنی کتاب مدیریت انتظاراته. کتاب میگه ریشه خیلی از احساسات منفی ما انتظارات غیرواقعی ماست و برای توضیحش یه مثال عالی درباره پول میزنه که واقعا ذهن آدم رو باز میکنه. بله، مثال خیلی قدرتمندیه.
فرض کنید شما انتظار دارید امروز $100 به دست بیارید، اما آخر روز فقط $10 گیرتون میاد. چه حسی دارید؟ احتمالاً ناراحت و ناامید. حالا سناریوی دوم. شما انتظار دارید امروز $0 به دست بیارید، اما آخر روز همون $10 رو به دست میارید. حالا چه حسی دارید؟ احتمالاً خوشحال و هیجان زده. نکته کلیدی اینجاست. نتیجه تو هر دو حالت یکسانه. شما $10 به دست آوردی، اما احساست زمین تا آسمون متفاوته. این به ما نشون میده که احساسات ما نه به واقعیت، بلکه به شکاف بین واقعیت و انتظاراتمون گره خورده. پس راه حل اینه که انتظاراتمون رو هوشمندانه مدیریت کنیم. یعنی به جای تمرکز روی نتیجه نهایی، روی فرایند تمرکز کنیم. درسته؟ کتاب به این اشاره میکنه که ورزشکارای حرفه‌ای اغلب روی قهرمانی تمرکز نمیکنن، بلکه روی تمرین امروزشون، روی حرکت بعدیشون. دقیقاً. اونا میدونن که اگه فرایند رو درست انجام بدن، نتیجه خودش خواهد اومد. و اینجاست که قدرتمندترین ایده‌ای کتاب مطرح میشه. پذیرش کافی بودن. کمالگراها تو دنیایی زندگی میکنن که شعارش اینه: هیچ چیز هرگز کافی نیست. برای رهایی از این تله باید یاد بگیریم که کافی رو بپذیریم. کتاب تو این بخش به یه مثال تکان دهنده و غم انگیز اشاره میکنه. کورت کوبین، ستاره گروه نیروانا. بله، این بخش از کتاب واقعاً تکان دهنده است. او توی یادداشت خودکشیش نوشته بود که مشکلش اینه که دیگه از هیچ چیز لذت نمیبره و برای چیزی هیجان زده نمیشه. این یه مثال خیلی افراطی و تراژیکه، اما به ما نشون میده که طرز فکر هیچ چیز هرگز کافی نیست تا کجا میتونه ویرانگر باشه. یه گرسنگیه که هیچ وقت سیر نمیشه. پس پیام اینه که یه زندگی به اندازه کافی خوب خیلی بهتر و واقعی‌تر از یه زندگی ایدئال هرگز به دست نیامده است. پذیرش نقص و معمولی بودن به معنی تسلیم شدن نیست، بلکه یعنی پیدا کردن شادی و رضایت در مسیر، نه فقط در مقصد. و کتاب یه تمایز خیلی هوشمندانه هم قائل میشه. تفاوت بین هرگز کافی نیست و نسبتاً کافی نیست. هرگز کافی نیست یه طرز فکر ناامید کننده و فلج کننده است. یعنی شما توی زندان دائمی از نارضایتی هستی. اما نسبتاً کافی نیست میتونه یه انگیزه سالم برای پیشرفت باشه. یعنی شما از جایی که هستی راضی هستی، از دستاوردهات قدردانی میکنی، اما همزمان میدونی که میتونی بهتر بشی. این شما رو به جلو هل میده بدون اینکه احساس شکست و بی‌ارزشی کنی. پس توی این بررسی عمیق دیدیم که کمالگرایی یه دشمن پنهانه که خودشو تو لباس تلاش برای برتری جا زده. یه طرز فکری که به جای اینکه ما رو به جلو ببره، ما رو سر جامون میخوکوب میکنه. و راه حل، اونطور که استفان گایز میگه، نه تو تلاش بیشتر و سخت‌تر، بلکه توی رویکرد کاملاً معکوسه. پذیرش معمولی بودن و برداشتن قدم‌های خیلی کوچیک یا همون خرده عادت‌ها. این تغییر پارادایم کامله. به ما یاد دادن که برای رسیدن به اهداف بزرگ باید تلاش‌های بزرگی انجام بدیم. اما این کتاب میگه نه، برای رسیدن به اهداف بزرگ باید از تلاش‌های بی‌نهایت کوچیک و مستمر شروع کنی. قدرت واقعی تو استمراره، نه تو شدت. و پیام نهایی برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدید اینه. این کتاب به شما میگه که برای رسیدن به نتایج فوق‌العاده باید اهداف معمولی و حتی مضحک داشته باشید. این یه تغییر نگرش اساسیه که میتونه شما را از زندان کمالگرایی آزاد کنه و بهتون اجازه بده که بالاخره بعد مدت‌ها انتظار برای شرایط ایدئال شروع به حرکت کنید. و حالا یه سوال براتون باقی میذاریم تا با خودتون بهش فکر کنید. اگه قرار باشه همین امروز یه خرده عادت رو برای مقابله با یکی از کمالگرایی‌های خودتون انتخاب کنید، اون کار چی خواهد بود؟ چه قدم مضحک و کوچیکی میتونید بردارید که اونقدر ساده باشه که نتونید توش شکست بخورید، اما شما رو تو مسیر حرکت قرار بده؟